پاکستان، بنگلادش و تاجیکستان در گزارش جهانی صفت هوا برای سال 2025 که روز 24 مارس نشر شد، تاجیکستان در سه‌گانه کشورهایی است که از همه زیاد هوای آلوده یا افلاس دارند. بر پایه این گزارش، سطح آلودگی هوای تاجیکستان در سال گذشته ده‌ها مراتب بیشتر از معیار مقرر کرده سازمان جهانی تندرستی بوده است. این گزارش دوشنبه را شهری از همه آلوده ترین تاجیکستان دانسته است. بعضی از ساکنان مهمانهای پایتخت تاجیکستان با آن موافقند، ولی برخی دیگر زید. به فکرم دوشنبه هواش تازه شمالش هسته یکی تازه. دوشنبه به فکر من بسیار افلاس، برای آنکه من در بسیار جایها بودم هوا به نهایت تازه. اینجا خصوصا وقتی همین تابستان گرم میشد که نفس کشیدن تماما مشکل. البته ما به این هوای آلوده عادت کردیم. اگر حاضر من به جنگل ارچه روم، آنچه از هوای تازه نفسم میگیرد. باید که یگان لوله گاز ماشین را باز نفس کشم. البته ما میبینیم که هوا افلاس است. اول من به شکار میرفتم، در کوه جای آرامی استراحت میکردم. مرا ببخشید، دیگر چی کار هم کرده میتوانیم؟ ترقیات، ما باید برای آن عذاب کشیم. چی کار کنیم؟ ماشین را کم کرده نشود، کارخانه ها را نیز. هرچند کارخانه هم قریب کی نیست. با وجود صبور عبدالله‌زاده، مدیر یک آزمایشگاه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، سالها باز با آموزش صفت هوا سر و کار دارد. از نظر صبور عبدالله‌زاده، عامل اساسی آلودگی هوای تاجیکستان قرار داشتن کشور در کمربند چنگ و غبار است که از بیابان صحرای کبیر آغاز می شود و 9-10 بیابان دیگر را فرا می گیرد. او باور دارد که عامل‌های داخلی در افلاسی هوای دوشنبه نقش کمتر دارند، اما پژوهش یک جای آنها با عالمان خارجی در ترکیب هوای دوشنبه تا 48 عنصر از جمله 11 فلز وزین و حتی مرگ موش را معین کرده است. خبرنگاری بسیارتر بارشات با وجود میاد، چون درختان از اقیانوس و بحر و دریاها دیده زیادتر به همین گردش آب در طبیعت بوی آب در طبیعت رولی کلان دارد، قریب 3-4 مراتب زیاد. البته همین یگانه امکانیتی دسترس است که ما درختزار کنیم، خبرنگار کنیم و سطح همین هوایش بهتر کنیم، لیکن افسوس که تا همین وقت درختها رو نیست کرده استاده، ساختمان کرده استاده و کرده استاده. گزارش جهانی صفت هوا را هر سال پژوهشگاه IQAir شویتزاریا که به آموزش همه روزه صفت هوا در جهان مشغول است نشر می کند. در گذشته کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با نشان دهنده های این پژوهشگاه شبهه کرده بود که معلومات را از پایگاه های دولتی نمی گیرد. به تحلیل متخصصان این نهاد، صفت هوای پایتخت به معیار بهداشتی موافق است. در این گزارش پس از تاجیکستان، چاد، کنگو، هندوستان، کویت، اوگاندا، مصر و ازبکستان در 10 گانه کشورهای جای گرفتند که آلوده ترین هوا را دارند.